از دو حادثه بسر یکدیگر کار کشیدن خویش و تبار نزدیک خبر داد. در ناحیه دوستی ولایت ختلان زن و شوهر در چنین یک حادثه جان باختند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله گفت یک مرد 29 ساله ساکن شهر 20 سالگی استقلالیت ناحیه دوستی صبح 18 ایول تخمینا ساعت 9:00 به منزل استقامتی اپای همسرش زن 32 ساله ساکن شهرک 20 سالگی استقلالیت رفته از سبب مناقشه به میان آمده به بدن همسر 27 سالش 10 ضربه کورد زده، سپس با کورد در دستش بوده 4 مرتبه به بدن خود زده است. در نتیجه جبر دیده در را به بیمارخانه مرکزی ناحیه بردن جان باخته. خود گمانبر شونده در شعبه احیاگری هنگام گذرانیدن عملیات جراحی به هلاکت رسیده است. تفتیش این قضیه ادامه دارد. بنا به خبر دیگر کارمندان میلیسیا پیرمرد 74 ساله ساکن جماعت دهات قمسنگیر ناحیه جیهون را که پیش بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی سود شده بود، این دفعه با اتهام قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت پیرمرد روز 18 ایول تخمینا ساعت 13:00 در خانه استقامتیش دامادش مرد 31 ساله ساکن شهر بلخی ناحیه بلخی را از سبب مناقشه به میان آمده با کارد آشخانگی 2 ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. تفتیش حادثه ادامه دارد. به پیرمرد این دفعه بر اساس ماده 110 کودکس جنایتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. روز 17 ایول سال 2021 تخمینا ساعت 14:20 راننده ماشین تمغه تویوتا کمری عزیزوف رحیم دولتوویچ سال تولدش 1962 ساکن جماعت دهات باغگه نویه مومن‌آباد هنگام حرکت کردن از طرف شهر باختر به سمت شهر دوشنبه واقع در حدود جماعت دهات غله‌آباد به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تمغه تویوتا کرولا تحت اداره علیموف کمال یوربابایویچ سال تولدش 1974 ساکن جماعت شهرک وخش ناحیه وخش که با راه خود حرکت میکرد برخورده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نتیجه صدمه مسافر داخل автомاشین تمغه تویوتا کرولا خورسو گردک و مونیسا علیشیرونا سال تولدش 2014 جماعت شهرک سامانی شهر لیوکند جراحت جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. اینچنین مسافر دیگری автомاشین مذکور مرد 42 و زن 35 ساله نابالغ 9 ساله همه ساکنان جماعت شهرک سامانیان شهر لیوکند همچنین مرد 34 ساله ساکن جماعت شهرک کیروف ناحیه بخش راننده ماشین تویوتا کمری عزیزوف و راننده ماشین تویوتا کرولا علیموف به سلامتیشان جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. تحقیق حادثه ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.